سلام. نمیدونم روز چندمه ولی ماشین ششم. امروز قراره پروردگار برنده ماشینا رو ببینم، یعنی تویوتا. رف4 رو قراره تست کنم. تعریف زیاد ازش شنیدم. جز پرفروش‌ترین مدل‌های کل اروپا، حتی سوئد، و به جرئت میتونم بگم تنها ماشینی که میتونه با ولوو از نظر تعداد رقابت بکنه توی سوئد که من دارم میبینم. توی حالا لول شاسی بلندا یا نیمه شاسی ها حداقل. خدای برنده ماشیناست دیگه و خیلی دوست داشتم تستش کنم و بشینم توش ببینم چه جوریه. بریم ببینیم رف4 چه عذاب در میاد. این روزا چه خبره اینجا؟ اول از اینکه روزا خیلی کوتاه شده، هوا سریع تاریک میشه، خیلی وقت نداره آدم که بخواد بره بیرون یا ویدیو بتونه بگیره و اینا. منم خب کار خودمو دارم، یعنی یوتیوب کار اصلیم نیست و فقط به عنوان سرگرمی دارم انجامش میدم. موضوعایی که خودم تو زندگیم درگیرم باهاشو میخوام توی این پیجم بذارم، توی این کانالم بذارم. شاید به 4 نفر دیگه هم کمک کنه. الانم 3-4 هفته است یه بند داره بارون میاد. تو این 4 هفته یک بار هم آسمون ما ندیدیم، یعنی آسمون آبی رو ندیدیم، همش ابر بوده و بارندگی. عید مسیحیاست و خب همه جشنش میگیرن اینجا. عید اصلیشونه، تعطیلیای اصلیشونه. خیلی همه چون رو دور تند الان، همه مشغول خرید و برو و بیا و بعضی هم مسافرت و خیلی از شرکت‌ها و کمپانی‌ها هم آفرای خیلی خوبی برای ماشیناشون گذاشتن و این کارو جذاب میکنه. ولی خب من چون فکر نمی‌کنم تو این 2 هفته بتونم انتخاب بکنم که چه ماشینی رو میخوام بگیرم، قاعدتاً تصمیمم میفته برای اون ور سال. ولی اینایی که من دارم تستشون میکنم اینو نمیدونن. و در نهایت خیلی همه چی رو دور تند الان. اوضاع ماشینم توی اروپا یه ذره خرابه، به خاطر همین آفرایی که گذاشتن آفرای خوبی اکثرا، یا دارن آفرها و دیلای خوبی میذارن. از نظر اقتصادی اروپا یه ذره به هم ریخته. خب مردم شرایط سخت‌تری نسبت به سال قبلن، حالا به خاطر جنگا و اتفاقای مختلفی که داره میفته توی آمریکا و آسیا، چین و روسیه. از نظر اقتصادی مقدار ضعیف‌تر هست بعضشون. همین که کم ریسک‌تر قدم برمی‌دارن، همین که ماشین خیلی گرونه. واقعا نمیفهمم چرا انقدر ماشین باید گرون باشه. خیلی عجیبه برای من. به نسبت درآمدهای قبل خب درآمدها بیشتر شده یه مقدار، ولی ارزشش رو از دست داده. به خاطر همین قیمت ماشینا حتی اگه ثابت هم مونده باشه، یعنی مثلا ماشینی که 300-400 هزار کرون بوده الان هم 300-400 هزار کرون باشه، خب چون درآمد ارزششون رو از دست دادن خیلی گرونتر به حساب میاد. از نظر اقتصادی توی زندگی تأثیر خیلی بیشتری میتونه بذاره خرید این ماشین به نسبت سالهای قبل که با خیال راحت‌تر میتونستی این کارو بکنی. بریم ببینیم چیکار میکنیم. ماشین رو تحویل گرفتم. یه چند دقیقه هست دارم باهاش رانندگی میکنم. حسی که بهم میده دقیقاً شبیه حس مزداه. حالا توی اتوبان ازش تست نگرفتم هنوز، ولی تست داخل شهرش یا کمتر از 50 کیلومتری که باهاش رانندگی میکنین دقیقاً شبیه حسی که با مزدا 660 داشتم. امکانات داخلش یه مقداری کمتره که اگر شما بخواین، اگه هداب دیسپلی یا سقف پانوراما یا سانروف بخواین بهش اضافه بکنی، قیمت یه ذره بالاتر میره و خب باید ببینین که میارزه براتون یا نه دیگه، چون از لحاظ کیفیتی ماشین تقریبا مشابه مزدا برای من. از نظر من شما برای دسترسی داشتن به نویگیتور هم باید پول بدید ماهیانه. این چیزایی که این شرکت ها و کمپانی ها گذاشتن روی ماشینا یه ذره اذیت کننده است دیگه. یعنی شما یه پولهایی رو باید اضافه تر پرداخت بکنی که هیچ وقت روش حساب نکرده بودین که قراره این اتفاق بیفته. دلیلش هم اینه که شما وقتی یه ماشینی رو میخرین قاعدتاً قراره که نویگیتور هم روش باشه دیگه. اینکه صفحه به این گندگی گذاشتن اینجا براتون این وسط ماشین که اینکه استفادهش بکنین دیگه. اگه قرار بود استفادهش نکنن برای چی یه صفحه به این بزرگی اینجا گذاشتن؟ کاربردی اگه برای نویگیتور نداره، برای چیزای دیگه نیاز نبود انقدر بزرگ باشه دیگه. یه مانیتور خیلی کوچولو هم میتونستن بذارن که شما آهنگی روش انتخاب بکنید یا تنظیمات ماشینتون رو ست بکنید روش. اینش یه مقدار اذیت کننده است. بریم بیرون ماشین رو ببینیم. سویچ ماشین این شکلیه. که خب از بقیه سویچایی که تا حالا دیده بودیم قشنگ‌تره.
در کاملا اتومات. مقدار جای صندوق هم میبینین. این زیر چیه؟ فضای وسایلای ماشین هست. صندلی‌ها میخوابه و این سطح یه دست رو به شما میده اگه بخواید فضای بیشتری داشته باشین. عقبش رو ببینیم. فضای مناسبی داره. اینجا یه ذره بالا هست ولی خب خیلی کمه و اونقدر شما رو اذیت نمیکنه. پنلای دریچه هوا رو میبینید و شارژرهای USB-C. سقفی که میتونه پانوراما باشه یا سانروف داشته باشه. دکمه‌های تنظیم حالت رانندگی و اینکه چجوری از برق ماشین استفاده بکنیم و همه اینا رو می‌بینید. اینکه چجوری از حالت الکتریکی ماشین استفاده بکنیم و حالتهای رانندگی و اینجا هم که 2 تا چارجر دیگه اونجا داره. یه جای فندکی اون جلوی ماشین هست. یه شارژر USB معمولی هم اون جلوی ماشینه. عقبش واقعا جاش خوبه. بالای سرم خیلی جا داره همچنان و وسط هم که جای لیوان و کاپ هولدر داره. این ماشین 3 نفر راحت جا میشن. جایی که جای موبایل میتونه باشه یا وسایلی که لاغر باشه رو میتونین اینجا جا بدین. صندلی‌ها تمام برقیه. تنظیمات نور و گرم کنه فرمون و این چیزا و خب تنظیم کننده فرمون هم دستیه. ببینیم اینجا پشت فرمون چی داریم. سیستم برقی ماشین نشون میده که چقدر شارژ داریم، چند کیلومتر رفته، باکش فول هست و خب اینجا هم حالت مختلفی که این صفحه به شما نشون میده. رادیو برای اینکه وصل شید به تلفن، تنظیمات خود ماشین که چقدر شارژ داره، کجا میتونید برید، حالت شارژتون چی بوده، نورا رو میتونید تنظیم بکنید. و خب یه اتفاق خوبی که اینجا افتاده اینه که دکمه‌های فیزیکی هم به شما داده میشه برای تنظیم گرمایش صندلی‌ها و برای تنظیم هواکش ماشین و تمام این تنظیماتی که شما دارید دیگه. مثل ماشین‌های الکتریکی یا یه سری از ماشین‌های جدید همشون نبردن توی LCD ماشین و خب دکمه‌های فیزیکی دارید. موقع رانندگی خیلی راحت میتونید اونا رو تنظیم بکنید. تنظیم حالت رانندگی که شما میتونید اونو بزنید روی اسپورت همینطوری که من الان گذاشتم و میتونید اونو بذاریدش روی اکو. حالت تریل هم داره و انواع اقسام حالتایی که میتونید داشته باشید دیگه. این هم ویویه که شما از سمت راننده میگیرید. آینه عقب رو میبینین که چه دیدی به شما میده و آینه های بغل. بریم تست کنیم ببینیم که رانندگیش چجوریه. شتاب و شتابگیری ماشین که عالیه واقعا، چیزی که انتظار داشتم ازش. ولی باید ببینیم که توی اتوبان که حالا یه ذره سرعت بیشتره چقدر صدا داخل میاد. فرم فرمون تسلا خب خیلی قشنگ‌تر بود. فرم کلا نشستن توی مازدا، تسلا و هوندا رو بیشتر از این ماشین دوست داشتم، ولی داخل این ماشین یه ذره با کلاستر میزنه. چرا؟ چون همه جاش چرم کار شده. اگه دیدین
شتابگیری ماشین حرف نداره، خصوصا روی اسپورت مود واقعا استثنایی بود، لذت بخش بود. الان دارم از کروز ماشین دارم استفاده میکنم، خودش تشخیص میده فاصله با ماشین جلوتر چقدر، به هشدار میده اگر که فاصله کم بشه که بتونی ترمز کنی به موقع و فاصلت حفظ بکنی. داشتم راجع به اینتریور ماشین میگفتم، خیلی خوشگله توش انصافا. به نسبت ماشینایی که تا الان سوار شدیم مثل هوندا یا مازدا، توی این ماشین حس خیلی گرونتر و حس خیلی بهتری به شما میده. حالا گرونتر کلمه جالبی نیست ولی حس خیلی بهتری به شما میده. دلیلش هم اینه که همه جاشو چرم کار کردن. تو اون ماشینه که شما میشستین حس میکردین که همه چیش پلاستیکه و خب این یه فرق خیلی بزرگیه دیگه، که شما حس چرم داشته باشین یا حس پلاستیک داشته باشین. خب قطعاً چرم حس بهتری میده دیگه. به خاطر همین داخل این ماشین رو من بیشتر میپسندم. ارگونومی فرمونی که تو اونها هست خیلی از RAV4 بهتر بود. الان داره به اشتباه من خطای 70 کیلومتر رو میده که در صورتی که اینجا 110 کیلومتر سرعت مجازه. این هم یکی دیگه از مشکلاتیه که اگه شما نویگیتورش رو ماهیانه پرداخت نکنید این مشکل رو داره. یه ذره حس کلاسیک به شما میده این ماشین، برعکس مازدا که خیلی حس اسپورت و مدرنی به شما میداد و همینطور هوندا که خیلی حس خوب و شیک و لاکچری مانند و این اونه که کت شلوار پوشیدید به شما میداد. این ماشین مثلا حس فیلم‌های کلاسیک رو به شما میده به نسبت. دلیلش رو نمیدونم چرا، این حسیه که توی این ماشین من وقتی نشستم ازش گرفتم. خب طراحی داخلیش خیلی جدید نیست، مشخصه که حالت کلاسیکش رو حفظ کردن، حالا یا نخواستن طراحی جدید بکنن، نتونستن، به هر دلیلی که هستش طراحی داخلش و کلاسیکش رو حفظ کردن. یعنی اگر دنبال ماشینی که حس مدرن به شما بده، حس لوکس به شما بده هستید، قطعا این ماشین فکر نمی‌کنم اون نیاز رو برآورده بکنه. از لحاظ صدا واقعا صدای زیادی تو ماشین نمیومد. 0 تا 100ش که شما گاز میدید باهاش واقعا دوست داشتنیه، خصوصا رو حالت اسپورت. بریم یه بار دیگه 0 تا 100 رو تست بکنیم، یه گاز باهاش بدیم. Yeah baby. واقعا خوبه، انصافا خوبه. به محض اینکه شما گاز بدید به همون سرعتی که بخواید میرسه. تغییرش دادم به حالت اکونومی که اونم تست کرده باشم و خب یه حالت هم بره حالت تریله که برای جاده‌های آفرود استفاده میشه که ما دیگه نمیتونیم اون استفاده بکنیم. پروردگان ماشیناست دیگه تویوتا. دیگه از تویوتا ما بهتر از لحاظ دووم و از لحاظ طراحی توی ماشین‌های هیبریدی و پلاگین هیبریدی و اینا دیگه نداریم دیگه. گارانتی که به شما میده روی تا 200,000 کیلومتر تا 10 سال، که خب بقیه ماشینا هیچ کدومشون این گارانتی رو به شما نمیدن و این مزیت خیلی بزرگ به حساب میاد. از لحاظ رانندگی و صدای داخل با مازدا و هوندا اگر بخوام مقایسهش بکنم دقیقاً شبیه مازداه. حالا نمیدونم به خاطر ژاپنی بودن شبیه مازداه یا اینکه کلا توی این لول رنج قیمتی این ماشینا توی این کیفیت تولید میشن همشون، اینشو نمیدونم. همچین انتظاری از این ماشین داشتم. هوندا رو نمیتونم بگم واقعا. داخلش به نسبت مازدا و تسلا بیشتر دوست داشتم. طراحی داخلی هوندا از طراحی داخلی RAV4 قشنگتر بود. اگه بخوام بگم کجای شورت لیست قرار میگیره یا اصلا قرار میگیره یا نه، اینه که توی شورت لیست من قرار میگیره بالاتر از مازدا فکر میکنم، به خاطر اینکه گارانتی بهتری داره. طراحی داخلیشو بیشتر دوست داشتم. خب شما 100% اوقات تو ماشین نشستین و میخواین اون لوکس بودن ازش بگیرید، باید ببینم قیمتاشون چقدر با هم تفاوت داره. اگر هم لول قیمتی با مازدا باشه من فکر میکنم مازدا گزینه بهتری از این ماشین با توجه به آیتمایی که داخلش هست. البته با مقایسه بکنیم، یعنی هداب دیسپلی داشته باشه، سقف پانوراما و سانروف داشته باشه و تمام آیتماشون مشابه باشه. باید ببینیم قیمتاشون چقدر فرقشونه و به نسبت قیمتی میشه سنجید دیگه. هر کدومشون قیمتشون با امکانات مشابه کمتر باشه، چون سواریشون یکی بود از نظر من، دید و داخلشون هم تقریبا یکی بوده، میشه از اون آیتم طراحی داخلی که اون ضعیف‌تر هست چشم پوشی کرد واقعا. ولی خب به نسبت هوندا یه لول
فکر میکنم پایینتر قرار میگیره. من هوندا رو ترجیح میدم به این ماشین اگه قرار باشه هم قیمت همین بگیرم. مازدا رو میدونم که 10 سال گارانتی دقیقاً مثل همین تویوتا، ولی خب مایلجش رو نمیدونم دقیقاً، یادم نمیاد چقدر بود، ولی 10 سالش رو یادمه. ماشین بعدی که قراره تستش بکنم ولوه و فکر نمی‌کنم بعد از ولوو دیگه ماشین دیگه‌ای بمونه که بخوام تستش بکنم. میتسوبیشی هم هست که از نظر قیمتی یه مقدار از اینا بالاتره، ولی خب با همین امکانات به خاطر همین از نظر من ارزشش رو نداره که من بخوام برم تستش بکنم. از نظر نگهداری و هزینه‌های نگهداری اینجور چیزا هم که تویوتا دیگه از تویوتا بهتر ما نداریم و خب از نظر دوام و اینجور چیزا ماشینیه که خیلی وقت معروف هست توی این زمینه. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین، مواظب خودتون باشین.